سلام، به شماره نوبتی چشماندازی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. من میزبان گفتار امروزه اسکندری خواجه میرزاده هستم. آواز مهاجران حساب می شود ولی امضاهای آنها لازم نیست. این است موضوع اساسی صحبت امروزه که ما همراه با حقوقشناس و داوطلب کرسی پرزیدنت تاجیکستان آینیحال بابانظرova، نماینده خدمات دولتی مهاجرت تاجیکستان عبدالله قادری و رهبر سازمان مهاجران تاجیک مقیم مسکو کریمجان یاروف بررسی میکنیم. ولی ابتدا رواریم به خلاصه رویدادهای هفته گذشته. روز چهارشنبه در یک صحبت خاص با رادیوی آزادی، سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید داستیف گفت تاجیکستان قدرت دارد که قلمرو خود را حمایت کند. آوازها درباره بازگشت سربازان روس به مرز تاجیکستان با افغانستان بعد ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی در شهر سوچی روسیه افزایش یافتند. روز 23 سپتامبر در جلسه سران کشورهای این سازمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تاکید کرد که تاجیکستان به کمک این سازمان نیاز دارد. به قول داستیف تاجیکستان سلاح استحصال نمی کند و واقعی است که از متفقانش کمک حربی تکنیکی و تکنیکی انتظار است. روز سه‌شنبه 24 سپتامبر سفیر عربستان سعودی بندر محمد جمیل با اشاره به بازسازی طوافگاه مسجد مکه گفت حکومت کشورش تصمیم گرفته است که کوتای حاجیان خارجی را به 20% و مردم شاهیگری را به 50% کاهش دهد و این وضع تا انجام کارهای ساختمانی در این مسجد به تغییر میمانند. موسم حج امساله در تاجیکستان 21 سپتامبر شروع شد. اهالی تاجیکستان به 8 میلیون نفر برابر است و از روی مقررات باید 8000 نفر سفر حج کنند. اما بنا به اطلاعی که دسترسی ما شد امسال 6300 نفر سفر حج خواهند کرد. بیایید حالا یک دفعه ببینیم که ساکنان پایتخت تاجیکستان درباره شرکت مهاجران در انتخابات و عموما امضا جمع کنی آنها چی نظر دارند. مهاجران مهنتی هستند، شهروندان تاجیکستان هستند و بله میتونن که در انتخابات اشتراک کنند. با بسیار خوب میشید که می اومدن نزد کودک زن فرزند چون خبر میگرفتن هم آواز میدادن میرفتن میتونن که در شهر در دولت‌های خارجی هم میتونستن مخصوص کمیسیون تشکیل کنن که همین خیلی آوازتیات کنن آوازتیان و دولت خود میتونن این خیلی کردن. از سبب آنه که بعضیشان نمیتوانند آمده در همانجا کمیسیون ها تشکیل کرده شود، در آنجا انتخابات کننده شود. مهاجران مهنتی هم میتوانند در انتخابات که سال میشود آنها اشتراک نمایند چون که آنها نیز شهروند تاجیکستان هستند و حقوق اشتراک کردن را دارند در این انتخابات. اگر بگیریم قیاس کنیم ممکن که نزدیک 1 میلیون نفر ما در مهاجرت مهنتی هستند. عموما اگر امکانیت باشد برای شفافیت عموما چیش بیاین در تاجیکستان اشتراک کنند. یکی که اصلا رسخات میکنن عموما برای چی من اگر چیای پرابلم‌های اقتصادی و اجتماعیشون اگر بگیریم خوب میشه که در خود روسیه هم همین کمیسیون تشکیل شود و نقطه‌های چیا تشکیل شود در همونجا هم شرکت کنن انتخابات بسیار خوبه. خب طوری میبینیم به وجه عموم کسی مخالف شرکت فعال مهاجران در معرکه انتخاباتی نیست. حالا میخوام داوطلب کرسی پرزیدنت تاجیکستان خانم آینیحال بابانظرova درباره اشتراک مهاجران در انتخابات پرزیدنتی فکر خود را بگوید. بفرمایید خانم. فکر میکنم که اون قراری که برآورده شد که تنها نفرهای میتوانند امضا بکنن برای پیشبری اگر در خود تاجیکستان زندگی کنن، این مخالف قانون اساسی هم مخالف قانون کنستیتوسیونی در مسئله انتخابات می باشد که ما الکی می خواهیم که به سود کنستیتوسیونی مراجعت کنیم تا اینکه این قرار بیکار کرده شود. ولی خب ما باور داریم که به هر صورت در داخل تاجیکستان هم حزب شما تا 210,000 امضا و اتحاد نیروهایی که شما را پیشبری کرده است تا 210,000 و بیشتر از آن امضا جمع خواهند کرد. ولی میخواهم از عبدالله قادری نماینده خدمات مهاجرت سوال کنم که آیا شما از نقطه نظر مأموری امکانیت دارید که همین حساب
کتاب درست مهاجران را در دوره آوازدهی تشکیل کنید. ما معلومات دقیق و عمیق را هر لحظه و هر ساعت جمع‌آوری میکنیم و در مخزن اطلاعاتی خدمات مهاجرت همه اینها موجودند و طبق معلومات‌های رسمی آماری که اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری اسلامی نیست تصدیق می‌نمایند و در وقت پیشنهاد معلومات باید که آن نفرانی که به واسطه درباره تعداد عمومی مهاجران یا که درباره شماره آنها صحبت میکنند باید که از این منبع استفاده نمایند. باید تذکر داد که ببخشید محترم عبدالقادری، ما اگر به طور دقیق گوییم هفته روان خدمات مهاجرت روسیه گفت که در این کشور بیش از 1,200,000 نفر تاجیک اقامت دارد. من میخواهم بگم که برای معلومات به دقت تمام آنهایی که این لحظه صدای ما را میشنوند، طبق حساباتی که رفت آمد دقیق تمام شهروندان هست در نظارت خدمات، یعنی که در 8 ماه و 10 روز سال 2013 چنین است. در دوره حساباتی از جمهوری تاجیکستان 635,207 نفر مهاجران مهنتی به خارجه سفر نمودند. 362,268 نفرشان به وطن بازگشتند. خدمات مهاجرت رفت آمد نه تنها شماره مهاجران مهنتی بلکه رفت آمد تمام شهروندان جمهوری را به حساب گرفته و شماره آنها 773,490 نفر را تشکیل داده است. یعنی در مهلت مذکور از شماره عمومی مهاجران مهنتی که به دیگر کشورها رفتند 625,481 نفر. ولی میبخشید یک لحظه اون چیزی که شما حسابات آماری که به من میدهید درست است که آدمی رفته و آمده است. وقتی که سال 2008 شما حساب آدم رو شروع کردید شما نمیدانستید که چند نفر در اونجا است. بغیر از این بغیر از روسیه مثلا قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین، ایران و بسیار جای دیگر هم است که مهاجران تاجیک اونجا هستند. بغیر از این من باز یک چیز قید کنم که اونهایی هستند که در قید نیستند، اونهایی هستند که دو تابعی دارند، یعنی که دو شهروندی دارند. اگر همین رو ما یک جایی کنیم قریب 1.5 میلیارد حساب میشه. اون شهروندانی که مثلا به مدت 90 روز کار فعالیت میکنن و بعدی که آنها کار رو پیدا نمیکنن باید که از مرز فدراسیون روسیه به یکی از کشورهای سرحدی عبور کنند. همین گونه شهروندان ممکن است در طول یک سال 4 بار سرحد فدراسیون روسیه رو یعنی بیرون بروند و دوباره برگردند. از همین خاطر چون که در سیستم بقیدگیری فدراسیون روسیه همین گونه مثلا هر یک نفری که یا به تحصیل میرود یا که به مهاجرت میرود چون که از سرحد عبور میکنن همین عبور و مرور آنها پیوسته حساب دیده میشه. ولی بیایید حاضر در این لحظه از کریم جان یوروف از رئیس سازمان اتماس پرسیم که حالا آمادگی همین مهاجران به انتخابات چگونه است؟ موافق 2013 6 ماه اخیر 571 نفر از وطن بیرون شده است و با وطن 298 نفر وارد شده است و وقتی که ما حساب عمومی رو برآوردیم در اینجا 711,000 نفر به وطن برنگشتند. حالا که بعد این چقدر وقت گذشته است و از سال 2008 اگر حساب کنیم این خیلی مقدار رو تشکیل میکنه. از دیگر طرف در اینجا بیشتر از 100,000 نفر دو شهروندی دارند و اینجوری شخصانی هستند که قریب 100,000 نفر ممکن است گفتن که بیشتر از 3 سال. ولی کریم جان شما درباره انتخابات چی معلومات دارید؟ درباره همین انتخابات آگاه هستید چند نامزد است؟ آگاه هستید از طرف کدام نامزد معرکه پیشبری آگاهی دارید که نامزدها چی برنامه دارند؟ درباره انتخابات مردم آگاهی دارن ولی بیشتر آنها از دو شخص و دارن. این هم رئیس جمهور امومالی رحمان و نامزدی که نیتی پیشنهاد کرده است از طرف حزب نهضت اسلام و پارتی سوسیال دموکراتی تاجیکستان خلق بودند. این از دو نفر فقط درک دارن، راستیگر دیگرها رو درست خوب هم نمیشناسن. ما یک مشکلی از هم از با خودی من زیاد از 100 نفر مراجعت نمودن که مشکلی آنها درباره جمع کردن امضا و طرفداری نامزد خود است که آنها در صورت سوال میدن که برای چی ما حقوق آوازی داریم ولی حقوقی به نامزد طرفداری نامزد خود جمع کردن امضا نداریم. چون که در اینجا یک مسئله برمیآید که در صورتی که آنها این حقوق رو نداشته باشند و در همین نامزد آنها این آوازها رو جمع کردن نتواند و چه در انتخابات اشتراک میکند. مسئله دیوم این روز انتخابات است که نمیدونم این رو کی به حساب گرفته است. از آن رو که این 6
نوامبر روز چهارشنبه می شود و مهاجران کاری این میکنند و آیا کارفرمایان با آنها اجازه میتین که اونها میخواستم از عین حال با نظر و حالا یک سوال کنم، آیا شما مثلا از اون خوف ندارید که شمار مهاجران را زیاد گویند و کسی مثلا با این چیز یا اینکه مهاجر 2-3 نفر آواز دهد و اون فکت رقم هایی که حضور نامبر کردن و غیره، من فکر میکنم که از فدراسیون روسیه و درست است. بنابراین هم اگر 26 باشد اونجا کی نظارت میکند وی رو و حکومت میتواند مثلا این چیز رو به فایده خود استفاده برد. این اونجا 26 تا عجیب است که تنها 26 تا. مثلا ما حتی پیشنهاد کردیم که ما میتوانیم در این کار کمک بکنیم. مثلا اونجا دیاسپوراها بودن، سفارتخانه ها هستند و خود مهاجران میتوانستند که همین چیز رو به خوبی تشکیل کنند و ما تیار بودیم که کمک بکنیم. از خدمات مهاجرت از محترم عبدالله قادری پرسیدنی هستم که در همین حوزه هایی که تشکیل شده اند خدمات مهاجرت سهم دارد؟ در صورت کمک و عموما یعنی که مساعدت از طرف ساختارهای دخلدار ما پیشنهاد کردن، حتما کارمندان ما که تعداد آنها البته نه اونقدر هم زیاد هست آماده هستند که در روند انتخابات و در جریان برگزاری انتخابات مساعدت کنند، ولیکن آن وکالت هایی که به واسطه در این زمینه است سفارت جمهوری تاجیکستان است که باید در معرکه‌های انتخابات و دیگر مسائلی که مربوط به مسائل انتخاباتی میباشند کمک کنند. از این رو ولی نمایندگان خدمات مهاجرت هم یعنی در این عمل به سفارت کمک خواهند کرد؟ حتما، چون موضوع به واسطه دخل داره به جمهوری تاجیکستان و انتخابات هم که انتخابات تمام مردم و قشر جامعه تاجیکستان است، یعنی به حکومت تاجیکستان و به سرزمین ما که تعلق دارد، من امیدوار هستم که در صورت یعنی که درخواست مساعدت تمام کارمندان ما آماده هستند که در این زمینه مساعدت کنند. تشکر. و خب از خانم عین حال با نظر و میخواستم پرسم که اگر شما پرزیدنت شوید چی دیگرگونی در همین نظام مهاجران و آوازدهی آنها وارد خواهید کرد به حیث پرزیدنت؟ اول اینکه من حرکت میکنم که قانونهای تاجیکستان رو لیبرالی کنم و اینجا اینوستیسیون بسیار بیاید و در اینجا کارخانه و جاهای کاری تامین کنم. این بسیار مهم است از همه. دوم، یک قانون قبول شده ایستاده 3 سال باز هیچ که قبول شود در مسئله مهاجرت مهنتی که من باید بگویم که من خیلی کوشش ها کردم که تکلیف های زیاد کردم و خوشبختانه کمیسیایی که این قانون را قبول کرده بود قسمی زیادی تکلیف های من را قبول کرد. مثلا اونجا من اساسش همین بود که باید مادامی که ما خود را دولتی دموکراتی اجتماعی اعلان کردیم نتوانستیم که مردم را در وطنش با کار تامین کنیم، با همه قدرت و با همه امکانیت هایی که داریم اونها را باید در بیرون محافظت کنیم، از حق حقوق اونها مبارزه بریم. حمایت حقوق مهاجران اولیتی برنامه من است. تشکر زیاد. من خیلی سپاسگزارم از شما خانم عین حال با نظر و از شما عبدالله قادری و از شما کریم جان یاروف، ولی متاسفانه وقتی برنامه ما به پایان رسید و تا صحبت های آینده باور دارم این صحبت اولی ما بود ولی صحبت آخرین نیست. در این موضوع صحبت حرف زیاد است و ما در هفته های آینده این بحث این موضوع رو ادامه میدهیم. در همینجا چشمانداز حاضره به پایان میرسد. شما برنامه های ما را می توانید در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی، صحیفه ما در فیسبوک و یا در تلفن های هوشمند یا خود تلفن های سمارت فون پیدا کنید. خدا حافظ.